with it wild. Switch it up. سلام، چطورید؟ شما وقتی این فایل رو دانلود کردید و از حالت فشرده استخراج کردید 6 تا فایل دارید. روی اولی من کلیک میزنم و همچین صحنه مواجه میشید. 4 تا آیتم هستش که با این آیتم کار نداریم. آیتم دومی هم اینجا ویدیوی خود استوری موشن هستش که میتونید مشاهدهش کنید. این فایل اصلی افتر افکت هستش که شما میتونید از نرم افزار افتر افکت ورژن های 2020 به بعد اجراش بکنید. این قسمت هم واسه نوشته فوتیج. این آیتم هایی هست که توی خود پروژه به کار برده شده، فوتیج ها، موزیک و خود فایل PSD که خیلی مهمه. من میخوام لایه های توی این قسمت افتر افکت رو اینجا توی این قسمت تغییرش بدم. باید چیکار کنم؟ باید حتما فایل PSD رو باز بکنیم. من فایل PSD رو اینجا باز کردم و فایل افتر افکت هم دوبار که روش کلیک کنید فایلش جداگونه باز میشه. اینجا هستش. حالا میخوام تمام این تکست نوشته ها رو تغییر بدم. حالا چجوری باید تغییر پیدا کنه؟ خود فایل PSD رو باز میکنید. مثلا یکی از قسمت های نوشته رو من انتخاب میکنم. مثلا می‌نویسم دوره جامع. خب بعد میتونیم حتی بزرگترش کنیم. مثلا نوشتهش رو بزرگ و بزرگتر بکنیم. خب یا مثلا این قسمت فاصله بهش بزنم و کادرش رو تنظیم بکنید خودتون دیگه. اینو خودتون دیگه استاد هستید تو این قسمت و تنظیم کنید. حالا مثلا من اینم تغییر میدم. مثلا دوره جامع استوری موشن. خب یه خورده مثلا بهش فضا میدم، بازترش میکنم، کل فایل انتخاب میکنم و اینجا نگه میدارم زیر همین نوشته ها باشه. میخوام زیر این باشه بهتره. اینم به همین صورت. خب بیارمش مثلا اینجا قرار میگیره. خب استوری موشن مثلا می‌نویسم 6 پروژه آماده استوری موشن. خب اینم به این صورت. هم میتونید رنگش رو تغییر بدید. همه کار میتونید اینجا انجام بدید. حالا من اینجا گاید بندی، خط بندی کردم. بذار طبق همین خط برم جلو. کنترل تی میزنم و اینجا هم به همین صورت و این قبلی هم همینه. کنترل تی میزنم، انتخابش میکنم. ببینید الان اعمال شد. ببین الان چجوری اعمال بشه این قسمت. خب من اینجا باید سیوش کنید بچه‌ها. کنترل سی که بزنید، کنترل سی بزنید، پروژه در حال سیو شده است. این پایین هم نگاه کنید الان پر میشه. بذارین یه بار دیگه کنترل سی و در حال نگاه کنید اینجا 0% داره میزنه. الان برسه به 99 داره سیو میشه. توی افتر افکت یه خورده زمان میبره. باید صبر کنید، نسبت به سیستمتون هست. باید صبر کنید تا اعمال بشه. باید صبر کنید. این قسمت رو نذارین رو فول. من رو فول گذاشتم. کوارتر بذارید که خورده سرعت پردازش چیز بشه. نگاه کنید اینجا دوره جامع استوری موشن 6 پروژه آماده استوری موشن. این راحت شما میتونید اعمال بکنید. تمام این نوشته‌ها رو همین کار میتونید بکنید. مثلا من برگردم تو فتوشاپ. چرا این قلب‌ها اینجاست؟ ببینید من این قلب‌هایی که اینور بود، ببینید اینجا اومدن این وسط. من به خاطری که این قسمت برش داده نشده نمی‌کنید قلب‌ها رو یه بار دیگه من بیارم. ببینید اینجا بودم. من خودم آوردم اینجا که حالت برش داده نشه. مثلا وقتی کامپ میشه چیز از فتوشاپ ذخیرهشون میکنیم، وقتی اینجا باشه نصفش کلا بریده میشه و به خاطر همین آوردمشون وسط. حالا یه بار دیگه این قسمت مثلا من این قلبا رو بردارم. ببین شما لایه رو از این قسمت کامل میبینید، همه بازن. من این پارت اینو ببندم. ببین این قلبا هستش، میبندمشون. میخوام روی اینا اعمال بشه قیمت، هر چیزی رو شما میتونید تغییر بدید. این قسمت ها حتی اینا رو حذف نکنید. خب مثلا من روی یکیش کلیک میکنم کل فایلش باز بشه. نمی‌کنم واتساپ نوشته، اینستاگرام نوشته. مثلا نمیخواید اینا رو شما بزنید. خب چیکار میکنید؟ میاین اینستا رو من میبندم. بعد تو قسمت خود همین شماره مثلا این من یه متن 7 را
ارسال کنید. نمیخوام اون باشه. خب اوکی میزنم و کل آیتم هایی که دور اینو میبندم، مشکل نداره. بعد تو این قسمت کنترل تی میزنم، بزرگش میکنم و این قسمت نوشت این 120 رو میذارم رو 0 که فاصله بین عددها کم بشه. یه خورده مثلا اینو بزرگ میکنم، دست خودتون هستش، و رنگش هم مثلا قرمز میکنم و اوکی. دوباره مثلا میتونی بزرگترش کنی، اینجا بذاری، اینم اینجا بذاری. خب حالا خیلی بزرگش کردم، ولی مثلا الان میتونم کنترل سی بزنم. کنترل سی زدم که سیو بشه، که توی افتر افکت هم سیو بشه برامون. سعی میکنم این قسمت اعمال بشه. خب توی فتوشاپ سیو شد. دارم میام تو افتر افکت ساب میکنیم این قسمت این پایین رو. من یه زوم نمیشه کرد، چرا؟ ببینید الان اعمال شد. خب حالا فایلش رو پیدا میکنم. اینجا فایلش خب مشخصه، من نوشتم. اگه ببندیم فایل ها رو میبینید. این قسمت اینو میبندم چون که اعمال شد، یه خورده کند شده. زدم آیدی همین هستش. دوبار که روش کلیک کنید ببینید ایناش. خب بقیه آیتم هایی که زیرشه رو این فول بزنم که شما ببینید کامل. بقیه آیتم ها رو میتونید ببندید. مثلا اینو بزنم فایل زیرش بسته میشه. خود اینستا رو ببندید که این قسمت بود. واتساپ رو باز کنید، وات نوشته. بازم بیاین پایین، این آیکون ها رو میتونید ببندید. مثلا این شماره موبایل همین نوشته هستش، اعمال شده. و به این صورت شما میتونید تکست نوشتهاتون رو تغییر بدید. یه روش دیگه هست، شما تکست نوشته ها رو میتونید تو خود افتر افکت تغییر بدید. چطوری؟ بیاین مثلا من میام توی بنر، میخوام این ترکیب اینا رو تغییر بدم. خب اسمش رو چی گذاشتم؟ اینا ترکیبه. خب میام این قسمت رو ترکیب کلیک بزنید، کلیک راست که بکنید روش، ببینید این قسمت کلیک راست کردیم. بیاین این قسمت کریت نوشته، این گزینه اول تکست هستش، بزنید روش، فقط لایه ها رو میتونید این کارو کنید، لایه های فتوشاپ رو، و ببین به صورت تکست شده. و حالا من دوباره روش کلیک کنم، راحت میتونم تغییرات رو اعمال بکنم. مثلا می‌نویسم استوری موشن آماده. خب و هم میتونم بزرگشون بکنم، ببین به این صورت، و به این روش قرار میگیرم. میام تو قسمت تکست ها و سایزش رو بزرگتر میکنم و خودش اصلا کلا اینجا اعمال میشه. اینم یه تکنیک هستش دیگه، نیازی نیست شما با فتوشاپ ور برید و با فتوشاپ کار بکنید. ولی برای سوژه رو چجوری تغییر بدیم خیلی خیلی مهم هستش این قسمت. باید مثلا توی فتوشاپ و یه بار از تمام لایه ها، یعنی از این قسمت، خب چیکار کنیم؟ ذخیره بگیریم. چطوری؟ کامل باید ذخیره بگیریم. ببین سیو از بگیریم ازش. مثلا من یه سیو از بگیرم و سیو از رو تو همین قسمت مثلا ذخیره میکنم. مثلا می‌نویسم بنر 2 مثلا، سیو از کلیک زدم و به این صورت داره ذخیره میشه دیگه. تو این هر چی تغییرات اعمال بکنم توی افتر افکت اعمال نمیشه. چرا این کار کردم؟ حالا بهتون میگم چرا من این کار کردم. چون میخوام نور فقط روی این سوژه است. شما سوژه رو نمیتونید جایگزین بکنید و سوژه جدید بذارید. و حالا ببینید الان ذخیره شد و حالا میخوام یه عکس جدید اینجا جایگزین کنم. ببین من عکسمو گرفتم آوردم اینجا، رهاش میکنم تو این قسمت. خب اوکی میزنم. حالا من لایه‌شو میبندم، میارم این بالا قرار میدم، اینجاست، و میام خود سوژه، اینجا نوشتم سوژه رو ببینید این قسمته سوژه، و تمام نورا هم اینجاست، نور پشت سر. من دیگه کارش ندارم. میام تو قسمت سوژه رو باز میکنم، این لایه رو میام میذارم همین بالا قرار میدم، بالای همین سوژه. خب ببینید این نورایی هست که به سوژه خورده. من اینا رو اینجوری دیگه هایلایت نکردم. خب به سوژه وارد کردم. حالا شما بعضی از آیتم‌ها رو زیاد باهاش کار من این قسمت رو مثلا نور زدم با این قسمته. خب و حالا چیکار کنم؟ من میام این قسمت، این سوژه‌مو که برش داده بودم، اینا چیزایی که بهش اعمال کرده بودم، چیکار میکنم؟ سوژه‌مو اینجا رها میکنم، لایه‌شو باز میکنم، میام روی خود سوژه قرارش میدم. ببین اینجا. حالا میام اینا رو میگیرم، کپی نمی کنم، همه رو میارم بالا و اینجا قرارشو میدم و اینجا
یکی یکی کنترل آلت زیر دستم نگه میدارم، بینشون هی کلیک میزنم. و حالا اگه این قسمت رو بزنید ببینید اگه تغییرات رو بدم میاد اینجا، اینجاست ها، میاد اینجا قرارش میدم. اینم به همین صورت، حالا ببینم کجاست، اینجاست، من میام اینجا میذارمش که نور بتابه به صورتم. اینم به همین صورت میام اینجا قرارش میدم، روی شونم قرارش میدم اینجا. و اینم این پایین باید باشه، آره اینجاست، و میام میذارمش اینجا باشه. این دیگه اعمالش کردم. خب و من این قسمت سوژه اینم میگیرم میارم بالای سوژه اینجا. ببین این رنگ سوژه رو تغییر داده و اینم حالا آنچنان مهم نیست، میارمش ببینم چی میشه. اینجا رو تغییر داده. خب دیگه این سوژه رو شما حذفش بکنید. خب اینا رو همه رو نگه دارید اینجا و می نویسم سوژه مثلا 2. خب سوژه 2 نوشتم، سوژه 2 کنترل سی میزنم. خب کنترل سی زدم و الان اومد توی کار. حالا چیکار میکنم؟ میام توی این قسمت تمام لایه ها رو حذف میکنم. اینجا اینو حذف همین لایه ها رو حذف میکنم. ببین قیمت، ترکیب، تیتر، سایه، نور پشت سر، این قسمت ها رو حذف میکنم. حتی اگه دوست داری بک‌گراند رو حذف نکن، ولی من الان حذفش میکنم که کل این سوژه رو داشته باشم. کنترل سی میزنم که کلا ذخیره بشه و سوژه و نورها داشته باشم. چیکار الان باید کنم؟ برم تو قسمت افتر افکت. خب وایس اینجا این قسمت پروژه رو بزنه، این فایل ها باشن. حالا برو تو همون قسمتی که بنر 2 رو گذاشتی اینجا نگهش میداری میکشیش اینجا. خب رهاش کردم. یه قسمتی برای شما باز میشه، اینو بذارید رو همین کامپ و این گزینه دوم اول رو بذارید تیکش اول باشه، اوکی بزنید. حالا ببین اینجا میشه بنر 2. خب من اگر روش کلیک بزنم ببین اینجا همون سوژه هستش. اینو نوشتم سوژه 2. خب من چیکار میکنم؟ میام اینا رو همه رو میبندم، میام تو قسمت سوژه در اینجا سوژه. خب سوژه رو باز میکنم. خب خیلی کار روش انجام شده. سوژه رو دوباره باز میکنم این قسمت. ببینید اینجا عکسم رو باید پیدا بکنم. اینجاست عکسم، اینجاست. خب حتی من میتونم عکسم هم جایگزین بکنم، شاید نورها ریتمشون به هم نخوره و روش قرار بگیره. ولی چیکار میکنم؟ میام این قسمت اینجا می‌نویسم سوژه، این بالا تو این قسمت می‌نویسم سوژه. این سوژه 2 رو برام آورد. خب این یه تیکه هستش. خب حالا میبندمش از دوباره، میام تو قسمت همون بنره. ببینید اینجا تکه به تکه تمام آیتم هم نوشته شده. خب میرم توی فتوشاپ ببینم این قسمت عکسم چی بوده اسمش. آروم دوبار کلیک میزنی که نیمش بیاد، یا میشه لیر 1 این کپیش میکنم. الان اینجا نوشته لیر 1 ایناش بنر 2 دیگه نیاز نیست حالا برم لایه رو باز کنم. میخوام اینجوری بهتون میگم کارتون سریعتر پیش بره و حتی میتونم اینو بگیرم و بیارمش اینجا رهاش کنم. ببینید اومد و سوژه رو ببندید شما. خب حتی دیگه به نظرم نیاز نیست این بقیه لایه رو میتونید بیارید، ولی بالا بهتون میگم خب بقیه لایه رو میتونید جایگزین بکنید. این اون همون لایه هاست که روی سوژه قرار گرفته بود. یکی از لایه ها نور بهش داده. ببین این قسمت نورا مال اون سوژه بوده، اینو باید ببندید، مال این نیست. و بقیه رو میتونید آیتم ها رو بزنید. مثلا اینو مگه بیام اینجا نیمش رو انتخاب کنم، کپی بزنم اینجا پیستش کنم، اینجا اون بنر 2 رو آورده. ببین اینجا میاد چیکار حالا کنم این لایه روی این قرار بگیره. این لایه مال اون بنر 2 است، میخوام این لایه روی این لایه قرار بگیره. اینو نگه دارید اینجا، اینم روی اینم کلیک زنید، آلت زیر دست نگه دار، اینو درگ کن بیا روی این رهاش کن. این تقریبا میخوام اینجا باشه. بعدی چی هستش؟ این لایه هستش. بعد کلیک راست میزنم، میخوام کپیش کنم، کپی، و بیام اینجا از دوباره پیستش کنم. ببین اینجا لایه 2 این بود دیگه، این بالایی هستش دیگه. آره این بالایی هستش، اینجا رهاش میکنم. اونجا نیاز نیست، همه رو میتونید تغییر بدین. حالا ببین تمام ریتم سر جاشه، ببین داره چشمه میزنه. ولی تو دست ها رو میخوام تغییر بدم و این
رینیم اوکی و اینجا پیستش میکنم. ببین اینه بنر 2. آلت زیر دستم نگه میدارم و اینجا رهاش میکنم. اینم هست. اینم فکر کنم دست اینوریه زیر دسته. حتی خودت میتونی با دست حرکتش بدی. اینجا نگاه کنیم بیام اینجا میذارمش مثلا. این یکی رو حرکت میدم میام اینجا قرار میدم. نیازی است تو فتوشاپ اون کارو کنی. و همونجوری که مشاهده میکنید به این صورت ببین داره سوژه میره. ولی نگاه کنید الان بنر رو کلی منو ببین ریتم کاری دیگه پشت ندارم من. و ببینید تمام آیتم ها نگاه کن تغییر کرد. شما میتونید راحت ازش استفاده کنید. این اولش ببین نوشته مثلا جشنواره تخصصی. اینجا من خودم تکست ببین تمام لایه ها اینجا هستش. هیچ تغییری بخوای بدی اینجا باید بدی. نگاه کن جشنواره تخصصی. اینجا میتونین اون چیز خودتو بزنی مثلا استوری موشن مثلا استوری یه فاصله بهش بدید اوکی و موشن مثلا. بعد اینجا دیگه نوشته رو دست خودتونه اینجوری باز کنی. من شیفت نگه می‌دارم جی انگلیسی میزنم بین حروف توی کیبورد و راحت نوشته باز میشه. نگاه کنید به این صورت شده الان. پایین سوژه رو دیدید جالب نیست. حالا چیکار کنیم این قسمت رو درست بکنیم؟ باید همون تو فتوشاپ درستش میکردم که درست نکردم. حالا میام اینجا قسمت سوژه رو انتخاب میکنین کلیک میکنین روش و اینجا سوژه رو انتخاب میکنین. چیکار میکنیم اینجا؟ چندین راه داره. من یه راهش رو میگم بهتون. حالا خیلی راه داره. خب بیا اینجا این قسمت رو پنتول رو انتخاب میکنین و اینجا یه کلیک رو خود سوژه باید قرار بگیرین ها. و اینجا میاین و اینجا وصلش میکنین. خب الان چی شد؟ نصفش سوژه رفت. باز میکنین تو قسمت مسکش این قسمت اوکی میزنیم. این قسمت نوشته ماسک فدر. خب اینو میزنی نگاه کنی داره فدر میشه دیگه. دست خودتونه هست. اینا رو میتونید تغییر بدید. خب و فدرش رو میتونید زیادتر کنید کمتر کنید. دست خودتون هستش. اینجوری نماش بهتر. بیام تو بنر ببینید بهتر شد. ولی مثلا یه خورده باید خودتون میتونید سوژه رو تغییر بدید بالا پایین بکنید. فقط ریتمش رو شما یاد گرفتید که خیلی بهتر شد. یه تمام پروژه هم به همین صورته. این پشت سرم حالت داره میچرخه. ببین میخواید پیداش بکنید چیکار میکنید؟ به این قسمت ببینید اینجا من خودم نوشتم پارتیکل کیان. این پایینش حالا مال خودم هستش و معمولا باید پشت سر سوژه باشه. اینه ببین پشت سر سوژه باشه. روش کلیک بزنید این دایره مشخص شده. این تکست ها رو شما میتونید تغییر بدید. مثلا کل تکست رو مثلا به کلیک میکنم روش مثلا می‌نویسم بازم همون استوری موشن رو می‌نویسم. ببینیم مثلا برگردم. خب یک کنترل زد بزنم. خب این روش کلیک میزنم می‌نویسم استوری موشن. بذار من یه خورده اینو بزنم روی فیل که شما کیفیتش رو ببینید. ببینید به این صورت شده. خب و حالا فاصله بین نوشته زیاده. اینجا میزنم و تکست نوشته رو میتونم بزرگ بکنم. چیکار میتونم بکنم؟ روی خود لایه وای میستم و این قسمت رو انتخاب میکنم. دوباره روی این کلیک بزنید که بتونید تکست رو بیاریم وسط قرار بدید. هیچ فرقی نمیکنه. حتی میتونید این شیپی که قرار دادم اینجا استروکش رو زیاد و زیادتر بکنیم. به این صورت میشه. حالا من یه بار دیگه میرم روی نوشته دوبار روش کلیک میکنم میام این جلوش 1 2 3 4 5 بار مثلا 6 بار میزنم فاصله. کنترل آ میزنم انتخاب بشه. کنترل سی میزنم کپی بشه و این قسمت و کنترل وی و یه خورده برگردم وی و وی. این یه خورده جالب نشد اینجا ولی میتونم فاصله بین اینا رو بیشتر کنم تا بتونه جالبتر و جالبتر بشه. اینو با کد نویسی انجام شده. شما زیاد نمیتونید دستکاریش نکنید که به مشکل بر نخوره. حالا به این صورت داره میچرخه. شما میتونید میگم فاصله رو بیشتر کنید به این صورت. خب به این صورت شد. خب حالا مثلا برگردم پشت سرم کامل تغییر کرد. این قسمت دور استوری موشن من یه کادری دور استوری زده بودم. خب برم توی قسمت تیتر ببین تغییر کرده.
من این قسمتی که بزنم لایه پشتش مشکی میشه که مشخص باشه. و ببینید اینجا رنگ مو نوشته. خب رنگ مو و کراتی همین استوری موشن هستش. من یه لایه ازش انتخاب کردم، رنگ مو دورش داره میچرخه. خب چیکار کنم این لایه بازم بس واسه همین بیفته؟ رو همین لایه قرار بگیر رنگ مو، بیام تو قسمت لیر و بیام تو قسمت لیر، میام تو قسمت اوتو تریس، این قسمتی که بزنم اوکی بزنید و همچین ماسکی براش ایجاد میشه. من میارم پایین قرار میدم رو همین، این روی این کلیک کنیم، میایم تو قسمت افکتش، این سیبر نوشته. خب سیبر من اینو بستم که ببینید، سیبر کپیش میکنید و میرین اول لایه و رو همین که اتو چیز زدید، لیر زدید براش، کنترل وی میزنید پیست بشه و این لایه رو میبریم. این دور این سوژه اومد اعمال شد، این داره میچرخه و کار رو جذاب میکنه. هر جا همچین کاری دیدید باید به همه صورت برین جلو و اینو میتونید حذف کنید مثلا. و حالا من کنترل سی میزنم، کل پروژه ذخیره بشه افتر افکت دیگه. برای خروجی گرفتن دیگه همتون بلدین که چجوری خروجی بگیرید و نکته‌ای نمیمونه دیگه. تمام نکاتش همین هستش که شما روی این فایل آماده بتونید به این صورت کار بکنید دیگه. رنگشون هم میتونید خودتون تغییر بدید با حالا چند کار کردن روش. رنگ ها رو میتونید تغییر بدید، مثلا قسمت چون بخوای رنگ تغییر تو فتوشاپ نمیشه رنگ تغییر داد، اینجا تغییر شه، باید رو همین قسمت رنگ رو تغییر بدید. برای چیزام که اینا رو میبندید برای که خروجی بگیرید و چون من 2024 هستش راحت میتونم خروجی بگیرم. میام این قسمت رو این بنر قرار میگیرم و اینجا این قسمت وای میستم پری رندر رو که بزنم، این هر جا میگی میخوای ذخیرهش کنی ذخیرهش کن، مثلا دسکتاپ الان ام او وی روش که کلیک بزنم این قسمت، این کلیک میزنم اینو میذارم روی H264 و اوکی میزنم و شروع میکنم رندر گرفتم و راحت خروجی میگیرم. به همین صورت میتونید روی تمام پروژه هم